زردی من از تو، سرخی تو از من. میگن چیه؟ میگی نوستالژی، قدیما. آخه بی انصاف، قدیما ما کجا شب چهارشنبه سوری بمب هیدروژن منفجر میکردیم؟ فضانوردا از ایستگاه‌های فضایی صحنه‌های عجیبی میبینن. میگن شب چهارشنبه سوری تو ایران میلیون ها بمب اتم نیتروژن منفجر میشه، نصف جمعیت ایران ناقص میشن. اون وقت فرداش میرن آجیل شب عید میخرن. اینا دیگه کی هستن؟ این ترامپ بیچاره‌ام که داره گنده دوزی میکنه، چهارشنبه سوری ما رو ندیده. اون اوباما که دید از ترس به خودش ترسید. گفت اینا با خودشون اینجوری میکنن، با ما میخوان چیکار کنن؟ همه گزینه‌ها رو جمع کرد، قورت داد. تازه الانم که رفته تعطیلات هوایی، یکی داره گزینه‌ها میندازه تو آب اقیانوس، هنوز تن بدنش داره میلرزه. خلاصه از فردام اینستا پر عکسای چهارشنبه سوری، من و خاکستر عشقم یهویی. اون وقت همین دوستای آتش بیار معرکه خیلی شیک و مجلسی، گل و شمع در دست، میرن جلو ایستگاه آتش‌نشانی با میستن، میگن ما شما رو دوست داریم، آقا این بمب منم بیاریم، این بمب منم بیاریم. اینم بمب من واسه شب چهارشنبه سوری، میسوزونم همه گفتار و پندار و کردار بدمون، نه دیگران و مردم.